ملی نخست و سوی منبر افتخاری با قدم‌های صفی و مرکز میدان سربازان و افسران گواردیای ملی وارد می‌گردند. گواردیای ملی واحدی مستقل حربی تعینات مخصوص بوده وظیفه‌های مهم دولتی را به ذمه دارد و در سمت یگانه امنیت و دفاع از کشور آمادگی بلند جنگی را دارا میباشند. این ساختار ترکیبی قواهای مسلح با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه ینوری 2004 در زمینه ثابت گارد پرزیدنتی که از سال 2005 عمل میکرد تأسیس یافته است. اینک زنان و بانوان یا خود خدمتچیان حربی قسم و واحدهای نظامی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق حدود شهر فاروق در مرکز میدان قدم میزنند. زنان و بانوان قواهای مسلح در جبهه اجرای وظیفه‌های عهدهداری‌های به ذمه داشته مسئولیت بلند دارند. سلاح و مهمات مختلف جنگی را خیلی خوب استفاده می‌نمایند و چون گردآفران دوران استقلالیت برای حفظ مردم تاجیکستان عزیز دائما آماده‌اند. اینک کارمندان میلیشیای ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و میدان برگزاری چهاربینی وارد گردیدند. در این فرد حربی هیئت شخصی این مقامات را کارمندان دستگاه مرکزی ریاست و شعبه‌های تابع این نهاد قدرتی تشکیل می‌دهند. کارمندان میلیشیا هنوز از نخستین روزهای صاحب استقلال تاجیکستان عزیز چون پدید اعتماد و ترتیبات جمعیتی برای به اعتبار آوردن وضعیت داخلی مملکت خدمت‌های زیاد و ارزنده کردند. و مرکز واحدهای تعیینات مخصوصی میلیشیا وارد گردیدند. دستگاه تعیینات مخصوصی میلیشیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان 5 دسامبر سال 1995 تأسیس داده شده. 26 اکتبر سال 2019 دستگاه راههای آن بر ریاست واحدهای تعیینات مخصوصی میلیشیا تبدیل نام کرد. صد واحدهای تعیینات میلیشیا یکی از پرقوت‌ترین و مهمترین واحدهای زودعمل و جنگی مقامات کارهای داخلی به شمار می‌رود. عین حال در میدان خدمتچیان حربی ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان قدم میزنند. مقامات امنیت ملی در ظرف پیش مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و جنایت‌های متشکل قرار دارند. تامینات ثبات و امنیت جامعه و مردم از فعالیت شبانه‌روزی این نهاد مهم دولتی وابستگی دارد. واحد تعیینات مخصوص ضد تروریستی الفا با مقصد بی‌ضرر و محو نمودن گروه‌های تروریستی مخصوصا خلقناک مسلح و گروه‌های متشکل جنایت‌پیشه فراملی تأسیس داده شده است. مقامات امنیت ملی همیشه با شخصانی وطندوست و مهم‌پرست شجاع و دلیر و ناترس تکیه نموده اعتماد قوی دارند، زیرا در لحظه‌های ضروری این مردان جسور از خود مردانگی و متانت نشان می‌دهند. و میدان مرکزی کارمندان پروکوراتورای ولایت مختار کوهستان بدخشان وارد گردیدند. در دوران صاحب استقلالی کارمندان مقامات پروکوراتور یکجا با مقامات حفظ حقوق برای تامین ترتیبات حقوقی و معتدل گرداندن وضع سیاسی و جمعیتی دولت کارهای زیاد به سامان رسانیدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرفتنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته امداد و نجات بوده هیئت شخصی آن در سمت پیشگیری و آگاه‌کنی و برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی و تکنولوژی در قلمرو مملکت سهم ارزنده دارند. در مرکز میدان کارمندان ریاست منطقه‌ای گمرکی در ولایت مختار کوهستان بدخشان قدم میزنند. این مقامات ساختار همسال استقلال بوده در برابر دیگر مقامات حفظ حقوق علیه قاچاق همه گونه محصولات غیر قانونی به حدود کشور نقش خریدی می‌بازد. بالا کارمندان مقامات سودی و هیئت ذخیره‌های سفربری ولایت مختار کوهستان بدخشان در میدان چهاربینی قدم میزنند. حاکمیت سودی ساختاری مستقل بوده از نام دولت و از طرف سودها عملی می‌گردد. حاکمیت سودی حقوق آزادی انسان و شهروند منفیت دولت را حفظ می‌نماید. قواهای احتیاطی خود و سرهای سفربری در صورت احتمالات تهدید خطر به دولت برای تقویت بخشیدن هیئت قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای حفظ حقوق مملکت نقش کلان می‌بازند و در سمت بلند برداشتن اقتدار مدافع کشور سهمی ارزنده دارند.
ҳайати захираҳои сафарбарӣ на танҳо иштирокчиёни фаъоли тарafҳои ҳарбианд, балки онҳо дар ҳама гуна вазъият дар баробари низомиёни қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар чорабиниҳои ҳарбӣ сиёсӣ низ ширкати фаъол доранд. ҳайати захираҳои сафарбариро асосан шаҳрвандоне ташкил медиҳанд, ки дар қайди комиссариятҳои ҳарбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо қарор доранд ва дар сурати зарурӣ онҳо бо техникаи хоҷагии халқ, қувваю воситаҳои эҳтиётӣ ва дигар мулозимоте, ки барои сафарбарӣ ҳангоми сар задани хатари ҷанг заруранд, даъват карда мешаванд. یعنی جلب ذخیره‌های سفربری با آن خاطر است که در صورت هجوم ناگهانی و تهدید خطر به دولت در همه گاریزان‌های جمهوری و هر یک شهر و ناحیه‌های مملکت ستاد منطقوی مدافع حدودی تشکیل کرده می‌شود و نیروهای احتیاطی و وفادار می‌گردند که تا رسیدن قواهای اساسی مدافعی بر ضد حمله دشمن ایستادگی نمایند و آنها را برای وارد شدن به داخل کشور راه ندهند. علاوه بر این اساسات هیئت ذخیره‌های سفربری جذب راتها و بتالیون‌ها تأسیس داده شده موافق به اختصاص حربی و با ترتیب معین به صف قواهای مسلح مملکت ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور شامل کرده می‌شوند. در دوام سال روان وابسته به آموزش ذخیره‌های سفربری و ضمن تشکیل یک قطار چاره‌بینی‌های نظامی ده‌ها هزار شهروندان اختیاری به کمیساریات‌های حربی محل زیست حاضر شده آمادگی خویش را برای حمایت مرز و بوم دولت صاحب استقلالمان بیان داشتند. تاجیکستانی عزیزم، دل و جانم، وطنم، شرف هسته من، نام و نشانم، وطنم، ذره خاک تویم یا که پری کاه تویم، طلب مرد تو چون کوه گرانم، وطنم. نام نیک است نشان سرور و سالار تو را، خطه صلح و گلستان امانم، وطنم، تو که هستم به جهان زنده به پیمان توام، نفسم، نبض دلم، روح روانم، وطنم. زمین داری، زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز، سرود تو به کنج دل نهان نیست، چو پرواز عقابان به نشان نیست. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم، تاجیکستانی جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم، دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشمه ها و رود و پرشستی تو را، دوست دارم کوه و دشتت را زیجان، هر غزالی شوخ و سرمستی تو را، دوست دارم ریزه فرنگانی تو را، باغ و راغ پرز احسانی تو را. و غیر از دیگر ساختارهای قدرتی مملکت اینچنین امروز در این طرف افسران و اسکران قسمهای نظامی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر فاروق قشورهای زودعمل، قشورهای خشکیگر و دیگر جزو کارهای این نهاد بلندپایه قدرتی شرکتی فعالیت دارند. مسئله همکاری توسط پیشوای ملت بزرگ جمهوری تاجیکستان سرمایه‌داری عالی قواهای مسلح کشور جنرال ارتش محترم امامالله رحمان بود که امروز افسر افسران سربازان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نام جدای قواهای مسلح و قسم‌های علاقه‌ای نظامی این نهاد قدرتی هزارها نفر متخصصان ورزیده نظامی نشان اینسیمیت سایکرها پاراشوتیستان اینا جوان تراندازان نشاندهان راننده اکیپاژ تکنیکال وزیر زیرپوش جانی آمادگی حربی و دیگر اختصاصهای مهم نظامی آماده گردیده این حال در هیئت ارتش ملی سابقانه خدمت نموده ایستادند و در کارگری سراسرای تاجیکستان عزیز سهمی ارزنده دارند. و مردم خدمتچیان حربی قسم نظامی قشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی مستقر در شهر فاروق واریز گردیدند. قشورهای داخلی یکی از شاخه‌های قواهای مسلح جمهوری بوده افسران و سربازان آن برای کارگری و ثبات و آرامی در داخل کشور حفظ ترتیبات جمهوریتی تامین امنیت و جلوی انشاءات
این فرای حربی آیت شخصی جوزی فربیلی خواه مصطلح را افسران سربازان شفاهای های نظامی آن تشکیل بدهند. متخصصان ساحلی افراد افسران کسبی برای پرورده جگتاب‌های کشورهای سرحدی اساساً در دانشکده‌های اهلی سرحدی مملکت و بیرون از کشور آورده می‌شوند. بنابراین در فعالیت این شاخه‌های قواهای مسلح مکتب سرپرشکین و مرکزهای تعلیمی عمل می‌کنند که اسیستان سربازان متخصصان فرود نظامی سرحدی آماده می‌گردند. هر قدر وقت سوزان گویم کم است، هر قدر نامی وطن گویم کم است. هر چیزی کوه و بیابانی تو را ای وطن سر و سوزان گویم کم است. اینک با میدان تکنیکای حربی جوهستانبری قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مستقر در ولایت مختار کوهستان بدخشان نزدیک می‌شوند. آفتابی شعله‌افشان آسمانت اخترستان اختر من در فضایت تاجیکستان تاجیکستان مزرعی سرسبز دهقان خاکیزبر خیلی درخشان سرزمین راز مردان تاجیکستان تاجیکستان روحهایت سر به افلاک رودهایت شوخ و نیناک مردمت در مردمی پاک تاجیکستان تاجیکستان زیر شهرگاهی تو هستم دل به دیلهی تو بستم با تو هستی با تو هستم تاجیکستان تاجیکستان